یه سامورایی جوان به اسم تاکدا تو ژاپن فئودال بود که زیر دست یک ارباب محترم خدمت میکرد. یه روز صبح یک جنگجو اومد پیشش و شروع کرد به حرف زدن درباره زندگی شخصی اربابشون و انتظار داشت تاکدا هم بدون هیچ سوالی وارد حرفا بشه. اما تاکدا فقط یه لبخند ساده زد و رفت. وقتی بقیه ازش پرسیدن چرا یهویی رفته، جواب داد شرافت یه سامورایی فقط تو جنگ و کارهای بزرگ نیست، بلکه تو هزاران انتخاب کوچیکه که عزت نفسش رو حفظ میکنه. من نمیخوام روح خودم رو با حرفای بیفایده درباره اربابم ضعیف کنم. این لحظه نشون میده که سامورایی ها چطور آیه احترام به خود واقعی رو میفهمیدن. اینجا باید حد و مرزهای نامرئی بذاری که آرامش و شرافتت رو حفظ کنه. این حد و مرزها چیزای بزرگ و پرهیجانی نیستن، بلکه تصمیمای کوچیک و مداوم هستن که روح جنگجو رو قوی نگه میدارن. فیلسوف سامورایی قرن 16 یاما سونتومو تو کتاب هگاکوره میگه راه سامورایی تو مرگه. وقتی وقتش برسه تنها راه حل سریع و بیچون و چنا مرگه. پس بردن چیز سختی نیست، باید مصمم بود و جلو رفت. وقتی سون درباره موضع مرگ فیزیکی حرف میزد، در واقع داشت از مرگ نفس خودمون حرف میزد، یعنی فدا کردن لذت‌های زودگذر و کوچیک که باعث میشه شخصیت قوی ساخته بشه. امروزه ما جنگ‌های مختلفی رو تجربه میکنیم، ولی اصل قضیه همونه. احترام واقعی به خودمون با تعیین مرزهای کوچیک و مهم شکل میگیره. خطوط ریزی که آرامش و شرافتمون رو حفظ میکنن، مثل سامورایی های قدیم. احترام به خود باید از تمرین روزانه بیاد، نه فقط حرف. این ویدیو 9 حد و مرز کوچیک رو بررسی میکنه که از فلسفه سامورایی ها گرفته شده و میتونه رابطت با خودت و دیگران رو بهتر کنه و نشون میده چرا این خطوط ریز میتونن آرامش بزرگی ایجاد کنه. مشکل روش‌های مدرن احترام به خود اینه که مردم دنبال تغییرات بزرگ و سریع هستن و انتظار دارن دیگران ارزششون رو فوراً بشناسن، بدون اینکه اول مرزهای کوچیک و مستحکم بذارن که نشون بده چقدر برای خودمون ارزش قائلیم. سامورایی ها میدونستن احترام به خود مثل یاد گرفتن شمشیر زنیه که باید هر روز تمرین بشه، حتی تو کوچکترین لحظات. اونا میفهمیدن که نحوه برخورد ما با کوچکترین مسائل شخصیتمون رو بهتر از حرکات بزرگ نشون میده. یه جنگجویی که تو مشکلات کوچیک آرامش نداشته باشه، تو خطرهای واقعی هم نمیتونه دووم بیاره. ایده مرزهای کوچک کاملا با اصل آگاهی و هوشیاری سامورایی ها همراستاست. اونا همیشه آماده و هوشیار بودن. به جای اینکه همیشه دنبال تهدیدهای بیرونی باشیم، این آگاهی رو برای محافظت از آرامش درونیمون به کار میگیریم تا از جملات روزمره که باعث ضعیف شدن احترام به خودمون میشه جلوگیری کنیم. حالا میخوایم 9 حد و مرز کوچیک رو بررسی کنیم که حکمت سامورایی رو نشون میدن و میتونن زندگی روزمره ما رو تغییر بدن. یکی از این مرزها مرز پاسخ فوریه. سامورایی ها فهمیدن واکنش سریع دشمن عزت نفسه. وقتی با انتقاد یا توهین مواجه میشن، چیزی که استاد شمشیر میا موساشی بهش میگفت خلا یا فضای بی‌واکنش بود، یعنی جایی که میتونی به جای عصبانیت پاسخ هوشمندانه بدی. مرز کوچیک اینجا یعنی که قبل از جواب دادن به هر پیام
ایمیل یا نظری که ممکنه احساساتت رو تحریک کنه، یک توقف حساب شده داشته باشی. این یعنی عجله نکنی، بلکه مطمئن بشی که جواب از سر حکمت و نه احساسات لحظه‌ای. علم جدیدم ثابت کرده که این فاصله بین اتفاق و واکنش جاییه که آزادی واقعی زندگی میکنه. وقتی این مرز کوچیک رو میذاری، جلوی حرفایی که بعداً پشیمون میشی رو میگیری و شرافتت رو تو همه برخوردها حفظ میکنی. یک نمونه کاربردی میتونه این باشه که قبل از جواب دادن به یه پیام که حس دفاعی رو توی تو ایجاد میکنه، دقیقاً 1 دقیقه صبر کنی تا بار احساسی اولش کم بشه و ذهنت کنترل رو به دست بگیره. سامورایی ها میدونستن انرژی زندگیشون محدود و با ارزشه و نباید برای کارهای بی ارزش و آدمایی که بهشون احترام نمیذارن هدر بدن. این اصل یعنی باید خیلی دقیق انتخاب کنی کجا و با کی انرژی ذهنی و احساسیت رو خرج میکنی. مرز کوچیک بعدی یعنی این که قبل از وارد شدن به بحث یا فعالیتی از خودت بپرس آیا این کار به هدف والای من کمک میکنه یا فقط انرژیم رو هدر میده؟ اگر جواب نبود، با احترام ولی محکم از شرکت تو اون کار یا بحث صرف نظر کن. این مرز از انرژی تو در برابر کسانی که مثل خونشام انرژیت رو میمکن محافظت میکنه. آدمایی که فقط توجه و انرژی میخوان ولی هیچ چیز معنیداری بهت بر نمیگردونن. سامورایی‌ها ترجیح میدادن وقتشون به جای شرکت در بحث‌های بی‌معنی و شایعات بیهوده صرف مراقبه و یادگیری مهارت بشه. مرز بعدی مرز حضور فیزیکیه. سامورایی‌ها همیشه وضعیت بدنی خودشون رو کنترل می‌کردن چون می‌دونستن حالت بدن نشون دهنده احترام به خودته و روی رفتار دیگران هم تأثیر داره. نحوه راه رفتن، ایستادن یا نشستن همه نشون دهنده حال درونی ماست. مثلا وقتی توی جلسه نشستی یا تو صف ایستادی یا تو خیابون راه میری، طوری خودت رو نگه دار که به خودت و وجودت احترام بذاری. حالت بدن بد یا خمیده پیام کمبود اعتماد به نفس رو به دیگران منتقل میکنه و باعث میشه دیگران بهت کمتر احترام بذارن. سامورایی‌ها میفهمیدن عزت نفس فیزیکی جدا از عزت نفس روحی نیست و وقتی خودت رو محترم بدونی، دیگران هم بهت احترام میذارن. این مرز خیلی ساده است. مثلا یه لحظه قبل از وارد شدن به یه جا ستون فقرات رو صاف کن. چونت رو بالا بگیر و یک نفس عمیق بکش. یاد بگیر به حرفات اعتماد داشته باشی. اول از همه وقتی میخوای چیزی بگی، شاید وسوسه بشی یک دروغ کوچیک بگی تا اوضاع راحت تر بشه یا کسی اذیت نشه. اما بهتره همیشه سعی کنی حقیقت رو با مهربونی بیان کنی و از راستگویی نترسی. یه چیزی که سامورایی‌ها خیلی براش اهمیت قائل بودن، احترام و توجه به قولها بود. وقتی به کسی قول دادی، یعنی قولت یه چیز مقدس و فقط تو شرایط خیلی خاص ممکنه شکسته بشه. پس همیشه قولهایی بده که واقعا میتونی بهشون عمل کنی و وقتی قول دادی حتما انجامش بده، حتی اگر کوچیک باشه. این کار باعث میشه به خودت بیشتر احترام بذاری و به حرفات اعتماد کنی. هر کسی باید استانداردهای خودش رو داشته باشه. یعنی چیزایی که براش مهمه و حاضر نیست به خاطر راحتی یا فشارهای اجتماعی ازشون دست بکشه. مثلا اگر سر وقت رسیدن برات مهمه، همیشه سر وقت باش، حتی اگه بقیه دیر میکنن.
این کار باعث میشه خودت رو بیشتر دوست داشته باشی و ثابت کنی که به ارزشات پایبندی، حتی وقتی کسی بهت توجه نمیکنه. یکی دیگه از چیزای مهم اینه که بدونی به چه چیزایی اجازه میدی زمان و توجه تو رو به سمت خودش جلب کنه. مثلا وقتی گوشیت زنگ میخوره یا پیام میاد، لازم نیست هر لحظه بهش نگاه کنی یا جواب بدی. نباید ذهنت رو با هر چیزی که حواست رو پرت میکنه شلوغ کنی. حواس جمع بودن و تمرکز روی کاری که انجام میدی باعث میشه بهتر کار کنی و ذهن آرومتری داشته باشی. اگه کسی بهت بی احترامی کرد، لازم نیست بی حساب و کتاب برخورد کنی یا عصبانی بشی. فقط باید مؤدبانه ولی محکم نشون بدی که چه رفتاری تو جمع قابل قبول نیست. مثلا اگر کسی وسط حرفت بپره، میتونی بگی لطفاً اجازه بده حرفم رو تموم کنم. یا اگه اسمت رو درست نمیگه بگو اسم من اینطوریه، لطفاً همینطوری صدا کن. اینطوری هم احترام به خودت رو حفظ میکنی، هم به دیگران یاد میدی چطور باید باهات رفتار کنن. یکی از مهمترین مرزها اینه که آرامش ذهنیت رو حفظ کنی. یعنی هر موقع دیدی یه حرف یا موقعیتی باعث ناراحتی یا استرس بی‌دلیل میشه، خودتو ازش دور کن. مثلا اگر بحثی بی نتیجه بود یا خبری شنیدی که فقط باعث استرس و اضطرابت میشه، میتونی بیخیالش بشی. این کار اصلاً خودخواهی نیست، بلکه واقعاً لازمه تا بتونی درست فکر کنی و تصمیمای درستی بگیری. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر این ویدیو براتون مفید یا جالب بود، لطفاً حتما لایک کنید و نظرتون رو پایین برامون بنویسید. این باعث میشه که ما بهتر و بیشتر برای شما محتوا تولید کنیم. اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید با خبر بشید. حمایت شما انرژی ما رو بیشتر میکنه و باعث میشه بتونیم بهترینا رو برای شما آماده کنیم. باز هم ممنون. تا ویدیوی بعدی سلامت و موفق باشید.